الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم. یکی از صفاتی که الله تعالی در قرآن کریم انسان‌های مسلمان رو برحذر داشته از اون صفت و اونها رو بارها و بارها تأکید کرده بر اینکه مواظب باشن تا به این صفت مبتلا نشن، یکی از صفات مذمومه، یکی از صفات‌های ناپسند که بیش از 280 بار در قرآن کریم، در آیات مختلف قرآن کریم الله تعالی به بررسی این موضوع پرداخته و درباره کسانی که به این صفت مبتلا هستند، درباره عواقب اونها، درباره صفات اونها، درباره زندگی اونها، نمونه‌هایی از کسانی که این کار رو انجام دادن و به این صفت مبتلا بودن در طول تاریخ ذکر میکنه. بیش از 280 بار. موضوع بسیار مهمه، موضوع خطرناکی است و از این جهت الله تعالی تأکید زیادی داره نسبت به مسلمین که خودشون رو نجات بدن از این صفت و به این صفت مبتلا نشن. یکی از صفاتی که در زمره صفات منافقین شمرده شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم این صفت رو یکی از صفات منافقین ذکر میکنه. صفت بسیار خطرناکی با عنوان کذب و به تعبیر فارسی ما و شما دروغ و همون کذب به تعبیر عربی و تعبیر قرآنیش در اصطلاح به خبر دادن از غیر واقع گفته میشه. وقتی که انسان میاد و غیر حقیقت رو به تصویر میکشه، وقتی انسان بیاد و خبری بده از چیزی که واقع نیست، از چیزی که وجود نداره و از چیزی که در واقع اصلا کسی خبر نداره از اون، این رو کذب اطلاق میشه بهش. دروغ یعنی چیزی که نیست، چیزی که وجود نداره. انسان و میاد و از چیزی صحبت میکنه و از چیزی خبر میده که در واقع نیست و در واقع وجود نداره. الله تعالی در سوره مبارکه توبه بندگان رو تأکید فرموده در آیه 119 که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آوردید از الله تعالی بترسید و با راستگویان باشید و با صادقین باشید. کسانی که کذب رو ترک کردن. صدق نقطه مقابل کذبه، راستگویی نقطه مقابل دروغگویی، یعنی خبر دادن از واقعیت ها، خبر دادن از اون چیزی که در حقیقت وجود داره. کذب قسمت های مختلفی داره، چه کسانی که از غیر واقع خبر میدن و چه کسانی که واقعیت رو تکذیب میکنن. تکذیب هم قسم دیگری از کذبه. حقیقتی رو انکار کردن میشه تکذیب و دروغی رو، غیر واقعیتی رو به تصویر کشیدن و اون رو تایید کردن میشه کذب. چه واقعیتی رو انسان انکار بکنه و چه غیر واقعیتی رو تایید بکنه و اون رو واقعی بدونه، هر دوی اینها مذمومه. انواع مختلفی برای کذب میشه به تصویر کشید و برای دروغ میشه متصور شد. صفتهای مختلف، اقسام مختلف. یکی از این اقسام دروغ بستن و دروغ نسبت دادن به الله تعالی است. غیر واقعیت رو به الله تعالی نسبت دادن، یک غیر حقیقتی رو به الله تعالی نسبت دادن. انسان چیزی رو نسبت بده به الله تعالی که در واقع وجود نداره. مثل کسانی که برای الله تعالی فرزند متصور شدن، کسانی که گفتن الله تعالی فرزند داره و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. اون کسانی که گفتن الله رحمان که یک صفات الله تعالی است، الله تعالی برای خودش فرزندانی انتخاب کرده. کسانی که
عیسی علیه السلام رو فرزند خدا دانستن، کسانی که عزیر رو فرزند الله دانستن، اینها در واقع یک دروغی را دارن به تصویر میکشن. اینها دارن دروغ میگن به مردم، چون در واقعیت همچین چیزی وجود نداره. کسانی که فرشتگان رو دختران الله دونستن، کسانی که برای الله خانواده‌ای تشکیل دادن، الله تعالی فرمود انا یکون له الولد ولم تکن له صاحبه، چگونه میتونه الله تعالی فرزند داشته باشه در حالی که همسری نداره؟ و تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و تنشق الارض و تخر الجبال حدا، نزدیک که آسمان ها فرو بپاشه، آسمان ها در هم بپاشه و نزدیک که زمین منفجر بشه و کوه ها تیکه تیکه بشن و پاره پاره بشن. ان دعوا للرحمن ولدا، که اینها اومدن و گفتن که رحمان فرزند داره، که رحمان پسری داره. این عده کسانی که برای الله فرزندانی قائل شدن، کسانی که برای الله آمدن و شریکانی قائل شدن، همه اینها دروغگویانند. این صفت یک صفت دروغی است. این صفت خبر دادن از غیر واقع. و همچنین کسانی که بین خودشون و الله واسطه تراشیدن، کسانی که بین خودشون و الله سبب‌هایی قرار دادند، واسطه‌هایی قرار دادند. به تعبیر آیه 18 سوره مبارکه یونس، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، کسانی که غیر الله را عبادت می‌کردند، از غیر الله می‌طلبیدند، از غیر الله می‌خواستند و در مقابل اعتراضی که به اونها میشد، اونها میگفتند که اینها بین ما و الله شفاعت ما رو میکنن، اینها واسطه‌ای هستند بین ما و الله، اینها فقط میرن پیش الله سفارش ما رو میکنن. الله تعالی فرمود قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آیا شما الله را از چیزی با خبر میکنید، از چیزی مطلع میسازید که در آسمان ها و زمین الله تعالی از او خبر نداره؟ این که الله تعالی میفرماد که در آسمان و زمین از اون خبر نداره، به این معناست که در علم الله همچین چیزی وجود نداره، یعنی که همچین چیزی در حقیقت نیست. و کسانی که همچین خبری رو به مردم میرسانند در واقع دارن خبر از غیر واقع میدن. در حقیقت اینها خبر میدن از چیزی که وجود نداره، یعنی دارن به مردم دروغ میگن. این هم یکی از مصداق‌های دروغه. کسانی که برای الله واسطه تراشیدن، کسانی که بین خودشون و الله واسطه هایی قرار دادن، تمام کسانی که الله را به وحدانیت نشناختند و یا اون کسانی که الله را به عنوان خالق قبول کردند، به تعبیر دیگر اونایی که الله تعالی را به عنوان خالق قبول کردند اما برای الله وزیرانی قرار دادن، برای الله همکارانی قرار دادن، برای الله شفیعانی قرار دادن، اینها همه دارن نسبت به الله تعالی دروغ میگن. و من اظلم ممن افترى علی الله الکذب، کیست ظالمتر از اون کسی که به الله تعالی دروغی نسبت میده؟ الله تعالی فرمود ظالمترین انسان ها کسانی هستند که دروغ نسبت میدن به الله تعالی، کسانی که برای الله تعالی فرزند قائلن، شفیع قائلن، واسطه قائلن و کسانی که رابطه بین خودشون و الله رو، چیزهایی رو در این رابطه شریک کردن و چیزهایی رو در این رابطه داخل کردن که در واقع وجود نداره و جز خبر دروغینی چیزی بیشتر نیستن این چیزهایی که اینها دارن بیان میکنن. و کیست ظالمتر از اون کسی که نسبت به الله داره دروغ میگن؟ یا اینکه اون کسانی که کلامی رو به الله تعالی نسبت میدن که از الله تعالی نیست، کسانی که قرآن کریم رو که کلام الله تعالی است نپذیرفتند، اینها هم دارن دروغ نسبت میدن، چون این کلام الله است. کسانی که قبول نمیکنن، اینها دارن الله تعالی رو تکذیب میکنن، دارن الله تعالی رو رد میکنن، اینها دارن از غیر واقع خبر میدن. و اون کسانی که چیزهایی رو به الله تعالی نسبت میدن و بر این اعتقادن که قرآن کریم چیزهایی بوده درش و حذف شده و اضافاتی رو از پیش خودشون به قرآن نسبت میدن، آیاتی رو از پیش خودشون به قرآن نسبت میدن، کلامی رو از پیش خودشون به الله تعالی نسبت میدن که این آیاتی از قرآن بوده که الان نیست و محذوف شده، در حالی که قرآن کریم همینه که چرا که الله تعالی فرمود ما قرآن رو حفظ خواهیم کرد و ما اجازه نخواهیم داد که قرآن تحریف بشه، ما او رو نازل کردیم و ما محافظ اون خواهیم بود، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما کسانی که بر این باورن که این کتاب تحریف شده و یا اینکه آیاتی بوده و اونها ادعا میکنن این آیات، این اجزا از قرآن حذف شده و اینها رو الله تعالی گفته و در حالی که الله تعالی اینها رو نگفته، اینها دارن نسبت به الله تعالی دروغ نسبت میدن، اینها دارن دروغ میگویند و اینها این دروغ رو نسبت میدن به الله تعالی، چیزی رو به الله نسبت میدن که الله تعالی در حقیقت همچین چیزی رو نفرمودن. اینها ظالمترین انسان‌های روی زمینن. این قسم دروغگویان، این قسم کسانی که مبتلا شدن به این صفت، بدترین نوع انسان‌ها هستند، بدترین نوع دروغگویان هستند، کسانی که الله تعالی رو متهم میکنن.
و من اظلم ممن افترى علی الله الكذب. و بعد الله تعالی همچنین فرمود انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. کسانی دروغ میگویند که به آیات الله، به کلام الله اعتماد ندارن، اعتقاد ندارن، باور ندارن و اینها همون دروغگویانند. اینها دروغگویان حقیقی خود اینها هستند. کسانی که به الله تعالی چیزی رو به دروغ نسبت میدن، حتی ولو اینکه این دروغ به شوخی هم باشه. عده‌ای متاسفانه مشاهده میشه که در جامعه ما خیلی ها وقتی که دارن از الله تعالی صحبت میکنن، داستانهایی رو به الله تعالی نسبت میدن، صحبتهایی رو از جانب الله تعالی دارن بیان میکنن. من با خدا صحبت کردم، من اینجوری گفتم، خدا این گونه گفت، من اینجوری گفتم، الله اینجوری گفت، من اینجوری گفتم، الله اینجوری جواب داد. در حالی که اینها جز تخیلات این عده، جز باورهای باطل اینها، جز وسوسه های شیطانی که در ذهن اینها داخل شده، چیز بیشتری نیست. و اینها از پیش خودشون دارن از طرف الله تعالی صحبت میکنن و این صحبت رو نسبت میدن به الله تعالی و این دروغ رو دارن نسبت میدن به الله تعالی. به تعبیر قرآن و من اظلم ممن افترى علی الله الكذب. کی ظالمتر از اون کسی که این دروغی رو که خودش بافته و ساخته و پرداخته خودش هست به الله تعالی داره نسبت میده. یا اینکه کسانی که وقتی صحبت میکنن میان حتی انقدر گستاخی رو به جای رسوندن که اومدن و مضحکه قرار دادن، روز قیامت رو به تصویر میکشن، بهشت رو به تصویر میکشن، جهنم رو به تصویر میکشن اونجوری که دلشون میخواد. و در این وسط الله تعالی رو هم، صحبت‌های الله تعالی رو میان و نسبت میدن، صحبت‌های رو به الله تعالی نسبت میدن که الله تعالی نفرموده و بلکه با لحن شوخی و با لحن تمسخر از طرف الله تعالی دارن صحبت میکنن. و در جوک‌هایی به تعبیر ساده‌تر امروزی ما و شما جوک‌هایی درست میکنن که تو این جوک‌هاشون میان و چیکار میکنن و میان میگن الله تعالی اینگونه فرمود، روز قیامت این کارو کردن، فلانی رو بردن، فلانی رو آوردن و الله در مقابلش اینجوری گفت، الله اونجوری گفت، الله اینجوری گفت. این بزرگترین نوع دروغه. این بزرگترین دروغگویان اینها هستند. اینها اون کسانی هستند که الله تعالی فرمود ظالمترین انسان‌های روی زمینن و اینها بزرگترین نوع دروغگویان روی زمینن. کسانی که از طرف الله تعالی به دروغ دارن چیزهایی رو به اون نسبت میدن. اینها چگونه به خود اجازه میدن؟ به چه حقی؟ فما اصبرهم علی النار. چه چیزی باعث شده که اینها اینقدر جسور شدن و اینقدر در مقابل آتش پوست کلوف شدن که خودشون اومدن و از طرف الله چیزهایی رو به الله نسبت میدن که الله تعالی نفرموده. و این عده کسانی که چه به شوخی چه به جدی نسبت به الله تعالی دارن گستاخی میکنن و چیزی رو به الله تعالی نسبت میدن که الله تعالی نفرموده و از چیزی دارن خبر میدن که در واقع وجود نداشته و کلام الله نیست، اینها بزرگترین نوع دروغگویان هستند. این یکی از مصداق‌هاست. یکی از مصداق‌های دروغ اینه که کسانی از پیش خودشون اعتقادی رو به الله تعالی نسبت بدن، دینی رو نسبت بدن، آیه‌ای رو نسبت بدن، کلامی رو نسبت بدن، جمله‌ای رو نسبت بدن که در حقیقت وجود نداره، یا فرزندی برای الله تعالی نسبت بدن، بستگانی رو برای الله تعالی نسبت بدن، واسطه‌های بین خودشون و الله بتراشن و به الله تعالی نسبت بدن. در کل هر چیزی رو که به الله نسبت میدن و در حقیقت وجود نداره و در کلام الله قرآن کریم هیچ اصلی در تایید اون نیست. این حقیقت در قرآن کریم وجود نداره و هر کسی که غیر از قرآن کریم درباره الله و درباره صفات الله و درباره مخلوقات الله و درباره هر چیزی که به الله تعالی منتسبه صحبت بکنه و خبر بده، اون دروغ خواهد بود، مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه فقط. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم قرآن کریم برای ما تایید کرده و تایید فرمود. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه این مبحث. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون وضوء للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که حقی از دیگران برگردن دارد
همین امروز از وی حلالیت بطلبد قبل از آن که روزی حق خود را طلب کنند که در آن درهم و دیناری وجود ندارد. بالهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یکی دیگر از مصداق‌های دروغ نسبت دادن دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسانی که میان و از پیش خودشون کلامی رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرموده. و حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسانی که چیزی رو به دروغ به من نسبت میدن به عمد، میدونن که دروغه ولی عمدن این کار رو دارن میکنن به خاطر اغراض و منافع شخصی، به خاطر اغراض و منافع مادی یا به خاطر اهداف و اغراض حالا معنوی که به خیال خودشون دارند. کسانی که میان و این کار رو میکنن، کسانی که میان که چیزی رو به دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدن برای ترویج افکار خودشون، برای ترویج باورهای خودشون، برای اثبات عقاید باطل و خرافات خودشون و برای دست یافتن و بعضی منافع مادی دنیوی، این کسان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود جایگاه خودشون رو در آتش جهنم آماده بکنن. یعنی اینکه این کار سبب خواهد شد که اینها به جهنم وارد بشن. کسانی که میان و چیزی رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدن به دروغ که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و عمدن و به دروغ این کار رو انجام میدن. حال فکر بکنید کسانی که درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این کار رو میکنن و حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود کسانی که این کار رو در مقابل من انجام بدن، به دروغ چیزی رو من نسبت بدن و به عمد اونها جایگاه خودشون در جهنم آماده بکنن، حال کسانی که به الله تعالی و کسانی که در مقابل خالق خودشون چیزی رو به دروغ نسبت میدن و عمدن این کار رو دارن میکنن، یا به خاطر خنداندن دور و بری‌های خودشون یا به خاطر دست یافتن به اغراض شخصی خودشون، به اون اهداف شومی که در ذهن خودشون دارن، به خاطر اثبات کردن بعضی باورهای غلط خودشون، حال اونا دیگه جایگاه اونها چگونه خواهد بود در جهنم. کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی رو به دروغ نسبت دادن یا اینکه دست میبرن در تاریخ در روایتایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه و تحریف میکنن اون رو و اصلا کنن این عده کارشون اینه. یکی از صفات منافقینه. در ابتدای بحثم به شما اشاره کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یکی از آیات منافقین، یکی از نشانه های منافقین در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه برای ما نقل کرده به روایت امام بخاری، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب. وقتی که صحبت میکنه، نشانهای منافق سه چیزه. وقتی که شروع میکنه به صحبت کردن دروغ میگه. اینها کلا منافقین، یکی از صفات منافقین اینه که اینها اصلا متخصصن در دروغ گفتن. این اصلا کلا در دروغ گفتن تبحر خاصی دارن. اینو دروغ گفتن نسبت به الله، دروغ گفتن نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم، تحریف کردن تاریخ برای اینها کار بسیار ساده است. این اصلا عادت کردن، اصلا زندگی کلا زندگی اینها سر تا پا همینه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در قلب‌های اینها مرضی است. اینها اصلا کلا الله تعالی دل‌های اینها بیماره، این از درون مشکل دارن و الله تعالی فرمود که ما هم بر مرضی‌های اینها خواهیم افزود و عذاب بسیار دردناکی در انتظار ایناست. ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اینا عذاب دردناکی در انتظار اینهاست. چرا؟ به خاطر اون دروغ‌هایی که داشتن میگفتن، به خاطر اون تدلیس هایی که اینها داشتن، به خاطر اون خلاف واقعیت هایی رو که به اسم واقعیت به خورد مردم میدادن و از اون خبر میدادن. اینها دروغگویانن. منافقین، یک از صفات بزرگ منافقین اینه که اینا تا میتونن دروغ میگن، در حالی که حتی مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و سلم، حتی مشرکین قبل از زمان رسول صلی الله علیه و سلم، امتهای گذشته، کل انسان ها کلا با ذات دروغ مشکل دارن. دروغ یک بیماری است که تمام انسان ها، چه مسلمان چه غیر مسلمان، با این مسئله مشکل دارن، به راحتی نمیتونن باش کنار بیان و انسان هایی که فطرتشون سالم مونده کلا دروغ رو نمیپذیرن، چون در حقیقت در عالم هر چی از حقیقته، در عالم در واقع هر چی وجود داره اینا همه حقیقتن. دروغی در عالم وجود نداره. در عالم چیزی به اسم دروغ نمونه عینی نداره.
فقط تخیلات و زایده ذهن و افکار عده انسان‌های بیمار، انسان‌هایی که قلب‌های اونها مریضه. چرا که هرچی در حقیقت در عالم هرچی هست حقیقت، هر چیزی که ما چشم می‌بینیم، هر چیزی که اینا هستن واقعیت‌هایی هستن که وجود دارن. اما کسانی که میان و به رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ رو نسبت میدن به خاطر دست یافتن به سری از اهداف خودشون، تاریخ رو اینها میان دست برد میزنن به تاریخ، اینها در روایت‌های تاریخی دست میبرن، اینها دروغ‌ها رو زیاد میکنن، اینها میان و کسانی رو که زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، کسانی رو که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، با دروغ‌های خودشون میخوان تخریب بکنن و میخوان به اهداف شخصی خودشون برسن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو همه رو وعده داده به این که اینها منتظر باشن و اینها جایگاه خودشون رو در جهنم آماده بکنن. چرا که دروغ نسبت دادن به رسول صلی الله علیه و سلم، دروغ نسبت دادن به دین، دروغ نسبت دادن به الله خیلی متفاوته و خیلی درجه و شدتش بیشتر از اون دروغی است که انسان نسبت به یک هم نوع خودش، نسبت به یک انسانی که دور و بر خودش هست میگه. وقتی که در دین چیزی رو به دروغ به مردم نسبت بدن، این باعث میشه که مردم در راه دین، مردم در باورهای خودشون، مردم در اعتقادات خودشون دچار گمراهی بشن، دچار انحراف بشن و این یک جامعه‌ای رو به تباهی خواهد کشید، این یک گروهی رو از بین خواهد برد. اما علاوه بر این متاسفانه، علاوه بر این که عده‌ای به رسول الله صلی الله علیه و سلم و خداوند هم دروغ میگن، وقتی که خب طبیعتاً وقتی به خدا و رسولش دروغ نسبت بدن و طبیعتاً در جامعه نسبت به انسان‌های دور بر خودشون به طریق اولا دروغ میگن. یه عده‌ای اصلا کلاً عادت کردن، زندگی اینها بدون دروغ نمیگذره، اینها عادت کردن که به دور بریای خودشون دروغ بگن، اینها به پدر و مادر خودشون دروغ بگن، اینا به خواهر برادر خودشون دروغ بگن و اینقدر این درد زیاد شده در جامعه ما متاسفانه و اینقدر فراگیر که اصلاً شاید کسی فکر نکنه که این کار بده. خیلی ها متاسفانه وقتی که دروغ میگن شروع میکنن به دروغ گفتن، انقدر سر زبون ها افتاده این چیزها، به عمد دروغ میگن. وقتی که کسی از اونها سوالی میپرسه در جوابش دروغ میگن، وقتی خبری رو میخوان پخش بکنن دروغ میگن، وقتی که یک کاری رو نکردن از اونها پرسیده میشه به دروغ میگن انجام دادن، وقتی کاری رو انجام دادن از اونها پرسیده میشه به دروغ میگن انجام ندادن. حتی بعضی انقدر هم در این مسئله غلو میکنن که حتی حاضر هستن قسم هم بخورن برای این کاری که انجام دادن، این کارش بکنن، برای کاری که انجام ندادن به خاطر اینکه قسم بخورن که ما این کار رو انجام دادیم. و این مسئله متاسفانه در جامعه ما فراگیر شده و اهمیت نسبت به این موضوع روز به روز هم داره کمتر میشه، از بس زیاد شده. شاید اگر کسی حتی حاضر نشه بیاد و در جمع شروع بکنه به دروغ گفتن، اون رو متهم هم بکنن. کسانی که میان و جوک‌های درست میکنن، کسانی که اصلا هیچ واقعیتی که وجود نداشته اینها رو به تصویر میکشن، برای خنداندن مردم دارن دروغ میگن. کسانی که برای خنداندن دور بریهای خودشون متوسل میشن به دروغ، برای کسانی که برای گرم کردن یک محفل متوسل میشن به دروغ، کسانی که برای اینکه یک عده دور بر خودشون جمع بکنن، بازار خودشون رو گرم بکنن متوسل میشن به دروغ های مختلف. حالا در این دروغ غیبت میکنن، در این دروغ تهمت زده میشه، در این دروغ به یک قوم خاصی توهین میشه، در این دروغ یه عده‌ای زیر سوال برده میشن. اصلا برای این افراد مهم نیست، از هر وسیله‌ای که بخوان استفاده میکنن تا به اون هدف خودشون برسن. متاسفانه اگر ما نسبت به این موضوع اون حساسیتی رو که باید داشته باشیم واقعا انجام بدیم، حتی بسیاری از این چیزهایی که به اسم جوک طبیعتاً داره میگیم رو باید ترک بکنیم. همون چیزی که در جامعه ما عام شده، حتی در بسیاری از جوامع خواص ما مبتلا شدن به این مصیبت، به اسم جوک گفتن، به اسم لطیفه، اسم شعار، تعبیرات مختلف در مناطق مختلف شاید تعبیرات فرق بکنه. اما این چیزی که ما میایم و شروع میکنیم به خاطر خنداندن مردم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر تهدید فرموده اون کسی رو که به خاطر خنداندن جمعی داره دروغ میگه. ایده وقتی میشینن شروع میکنن من فلان جا رفتم، فلان جا فلانی رو دیدم، این کارو کردم، اون کارو کردم. تمام اینها از پایه و اساس خبرهای دروغین بی بنیاد که هیچ اتفاق نیفتاده و شروع کردن و نسبت دادن، نسبت بد دادن، ایده رو متهم کردن، به بی عقلی متهم کردن، به خدایی نکرده به بی غیرتی متهم کردن، ایده رو به نادانی متهم کردن، ایده رو به صفات‌های رذیله مختلف متهم کردن، قوم‌های خاصی رو متهم کردن و اونها رو سر زبون‌ها انداختن و فقط اونها رو مسخره کردن. این اگر دروغ نیست چیه؟ این اگر گناه نباشه چی میتونه گناه باشه؟ متاسفانه این مسئله انقدر فراگیر شده که بسیاری از عزیزان این رو کلاً فراموش کردن. یکی دیگر از مصداق‌های دروغ همینه که ما
به خاطر خنداندن مردم داریم انجام میدیم و شاید خودمون هم مبتلاییم به این جریان و نمیدونیم. این صفت، یعنی صفت دروغ گفتن، صفت تکذیب کردن، صفت به دروغ تصویر کشیدن، این صفت بسیار مذمومی است، صفتی که الله تعالی انسانها را از اون برحذر داشته و کسانی که متهم میشن به این، کسانی که مبتلا میشن به این مصیبت، الله تعالی اونها رو ترسونده و الله تعالی اونها رو از عذابی که در انتظار اونهاست بعید میده. کسانی که به این مسئله توجه نمی کنند و اهتمام ندارند، اینها باید متوجه باشند که یکی از صفات منافقین این صفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که 4 صفت در وجودش باشه، اگر این 4 صفت همزمان با هم در وجودش باشن، این منافق خالصه. یعنی چی؟ یعنی این کاملا انسان منافق است، هیچ نسبتی با اسلام نداره. اگر یکی از اونها در وجودش باشه، یکی از صفات منافقین رو داره، مگر این که اون صفت رو ترک بکنه، مگر این که خودش رو پاک بکنه و اصلاح بکنه. یکی از این صفت‌های 4گانه صفت دروغ گفتن و صفت دیگر صفت عدم وفای به عهد، پیمان شکنی، صفت دیگر صفت خیانت در امانت و صفت دیگر صفت اینه که وقتی انسان درگیر میشه با کسی، وقتی که با کسی مخاصمه داره و مشاجره داره، حق رو نادیده بگیره و به هر وسیله‌ای متوسل بشه. صفت دروغ صفت بسیار خطرناکی است که هر انسان مسلمانی باید مواظب باشه تا خدای نکرده به این صفت مبتلا نشه. آیا همیشه دروغ گفتن بده یا هیچ راهی وجود نداره، انسان در بدترین شرایط هم حق نداره دروغ بگه، یا همیشه باید حتی ولی اینکه جونش هم به خطر بیفته باید حقیقت رو بگه و جز راست چیز دیگری نگه؟ این مسئله است که انشالله این مسئله رو و اینکه عاقبت دروغگویان و عذابی رو که الله تعالی برای اونها در قیامت تصویر خواهد کرد و نمونه هایی از این دروغ ها رو و صفات دروغگویان رو که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ذکر کرده، مثلا در قسمت بعدی با هم بهش خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه ما رو تحمل کردید ممنونم و سپاسگزار. انشالله که در برنامه بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به الله تعالی میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما.